ما یک اصطلاح دیگه داریم به اسم دردهای سیاتیکی. در واقع سیاتیک مجموعی از چند رشته عصبه که از کمر از بین فرامن‌ها یا سوراخ‌های بین ستون مهره‌ها خارج میشن و مجموع اینها مثل یک کابل ضخیمی که در داخلش رشته‌های ظریف وجود داره از قسمت بالای ران تا انگشتان طی مسیر میکنه و به عضلات، پوست و ضمایم استخوانی و بافی اثردهی میکنه. تحت فشار قرار گرفتن هر کدوم از این رشته‌های ظریفی که در داخل این کابل قرار دارن در فرامن‌های عصبی در محلی که دیسک داره فشار وارد میکنه علائم درد سیاتیک را میده که ما میگیم دردهای سیاتیک، دردهای سیاتیکی. این دردهای سیاتیکی بسته به ناحیه‌ای که ایجاد میشن میتونن درماتوم‌های مربوط به عصب‌ها رو نشون بدن. یعنی ما اختلال حس، اختلال حرکت و درد در هر قسمت از اندام تحتانی مربوط به یک درماتوم یا یک سطح از درگیری در داخل کانال نخاع است. کارهایی که برای این بیماران انجام میشه، بیماران مربوط به دیسک کمر طیف وسیعی داره و معمولا هدف ما و تکیه‌گاه ما در درمان درد در کلینیک‌های درد کمترین دستکاری و بیشترین سوددهی در بیماران مبتلا به درد. یعنی بیماری که مراجعه میکنه تا جایی که بشه دستکاری نکنیم اون رو دستکاری نمی‌کنیم با درمان‌های اولیه و اگر قرار به اینترونشن شد با کمترین مداخله با کمترین تغییر این کار رو انجام میدیم. در صورتی که به تغییرات کم پاسخ نده موقع اینترونشن رو دستکاری رو بیشتر میکنیم تا پاسخ مورد نظر رو بگیریم و در انتهای کار یعنی اون آخرین پله و بالاترین دستکاری همیشه عمل جراحی باز را قرار میدیم. پس در این مسیر بسیاری از بیماران میتونن از این دردهای سیاتیکی، دردهای مربوط به دیسک، دردهای مربوط به بیرون زدگی دیسک نجات پیدا کنند. بیمارانی که مبتلا به بیرون زدگی دیسک کمر هستند در اتاق عمل به صورت سرپایی پذیرش میشن و تحت عملهای اینترونشنال درد قرار میگیرن، عملهایی که طی اونها بیمار بیهوش نمیشه، با یک بی‌حسی موضعی سطحی محل ورود وسیله ما بی‌حس میشه. همونطور که توضیح داده شد زیر گاید فلوروسکوپ یا وسیله‌ای که به وسیله اشعه ایکس ما داخل بدن رو میبینیم این گاید وارد میشه و ما به محل تنگی، محل فشار دیسک میرسیم. این محل به وسیله تزریق داروی خاصی چک میشه که ما مطمئن بشیم عارضه‌ای نداریم و آسیبی به هیچ کدوم از شریان‌ها، وریدها و نخاع وارد نمیشه. کار در شرایط کاملا کنترل شده انجام میشه و تحت نظارت مستقیم میلیمتر ورود وسیله ما توسط فلوروسکوپ چک میشه و نهایتاً به سایت مورد نظر میرسیم، یعنی جایی که لبه دیسک بیرون زدگی یا پروتروژن پیدا کرده و داره عصبی رو که از کنارش رد میشه تحت فشار قرار میده.